که نماز میخواند هنوز زن آزار میبیند، هنوز زن مظلوم است به دست اون، این مسلمان بداند که مسلمان کامل نیست. با کل عبادتش الله ایره داخل جهنم میاندازد. همین قسم است که امروز کافر به مسلمانی ما میخندد. امروز کافر به مسلمانی ما میخندد. من یک جمله بگویم، امروز به الله قسم که بعضی از کفار در عمل از مسلمان ها کرده مسلمان تر. امروز دشمن شعار میده که در اسلام حق زن پامال است. تو را به ایمان بگو که حق زن در اسلام پامال است یا مسلمان حق زن پامال کرده است؟ مسلمان حق زن را پامال کرده و الا اسلام بهترین و نابترین حق را به زنان قائل شده. به رب کعبه قسم چنان حق را اسلام به زنان داده، اگر با مایکروسکوپ نصب کنی تمام ادیان دنیا را، تمام دینهای دنیا را جستجو بکنی به اندازه حق را که اسلام به زنان داده، 50% چی 10%ش را پیدا کرده نمیتوانی. ولی متاسفانه مشکل در این است که ما از دین خود معلومات نداریم. امروز مسلمان دختر مسلمان رو آورده 15 سال 20 سال 18 سال 19 سال پدر و مادر زحمت کرده، دختر تربیه کرده، وقتی به خانه شوهر می آید جز لط و کوب چیز دیگر نثارش نمی شود، جز دشنام دادن، جز حواله شدن به پدر و مادر و خواهرش چیز دیگر نثارش نمی شود. اصلا محبت را گم کرده. داخل زندان هست یک مادر، یک خواهر. عزیز من، راه حل لط و کوب نیست. از لط و کوب هیچ درد دوا نمی شود. اذا یئس الانسان طال لسانه، وقتی انسان مایوس شد زبانش دراز میشه، وقتی انسان صبرش لبریز شد زبانش دراز میشه. اگر زن را لط و کوب بکنی اصلاح نمیشه، بلکه گمراه‌تر میشود، بلکه پرخاشگرتر میشود. امروز در خانواده بچه و دختر به سمت مادر است، از مادر دفاع میکنند، چند تاش طرف پدر است، از پدر دفاع میکنند. فقط داخل خانه شده میدان نبرد و جنگ و مبارزه، هر روز لط و کوب داخل خانه. آیا واقعا مسلمان این گونه باید باشد؟ اگر با زنش رفتار نیک نداره، اگر پرشرویی با زن خود داره، اگر اخلاق بد با زن خود میکند، این انسان را الله هیچ عبادتش را به درگاه خودش قبول نمی کند. هیچ عبادتش به درگاه الله قبول نمیشه. رسول صلی الله علیه و سلم، حدیث مسند امام احمد است، ابی حریره رقاشی راوی حدیث است، اون میفرماید که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اتقوا الله فی النساء، ای امتان من از خدا بترسین در حق زنانتان، از خدا بترسین در حق زنانتان، فانهن عوان عندکم، زنان را خدا اسیر شما قرار داده، شما با اسیرای خودتان چگونه رفتار میکنید؟ ای مسلمان، تو هنوز دانستی زن چی تعریف دارد؟ تعریف زن را گوش کن. زن ایمان مرد، زن تقوای مرد، زن پرهیزگاری مرد، زن مسکن مرد، زن لباس مرد، زن آرامش مرد. این تعریف در اسلام زن دارد. ولی ما چه تعبیر از زنان کردیم؟ زن یعنی نوکر، زن یعنی چاکر، زن یعنی مزدور، زن یعنی حق حرف زدن ندارد. یک روز مسلمان رو من گفتم برایش که هر تصمیمی که گرفتی با زن خود مشوره بکن. او با من چی میگه؟ مولوی صاحب با زن مشوره بکنم، با زن مشوره بکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی مشکل پیش میشد با زنان خودشان مشوره میکردن، ولی مسلمان این روز به جای رسیده که از رسول خدا فهمش بالا شدن، اعوذ بالله. میگه با زن مشوره بکنم، ما با زن سلام بگویم. نه عزیز من، اون کسی که محبوب الله هست، اون کسی که الله رب العزت و الجلال میگه و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر وقتی که داخل خانه میشد به زنانش میگفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اونهایی که حاجی هستن، اونهایی که تهجد گزارن، آنهایی که تسبیح لحظه هم از دستشان دور نیست،
به صراحت تمام میگویم اگر اینها اخلاق خود را درست نکنند در برابر زنشان، اگر ترشرویی ها اصلاح نشود، اگر فحش زبان و دشنام اصلاح نشود، اگر اخلاق حمیده و محمدی در خانه جریان پیدا نکند، الله از این مرد هیچ عبادت را قبول نمی کند. امروز مسلمان الحمدلله 5 وقت نماز بله میخوانند، ماه مبارک رمضان روزه میگیرند، تسبیح بله، صدقه میدهی بله، حاجی هم هستم، مولانا هم هستم، حافظ قرآن هم هستم. برو از زنش پرسان بکن که این شوهر در خانه با تو چگونه رفتار میکند. رسول صلی الله علیه و سلم جز دیگر هم زیاد میکنه، میفرماید خیرکم خیرکم لنسائهم، باز بهترین شما ای مؤمنان، منتخب شما، عزیز شما، محترم شما، بنده خوب خدا به پیشگاه الله اون کسی است که با زنش رفتارش نیک است. باور بکنین عزیزان من، این قضیه به اتفاقی، این قضیه خرابی و از هم پاشیدن قانونهای گرم خانواده و از بین رفتن حسن اخلاق و شیرازی حسن اخلاق در خانواده ها آنقدر زیاد شده که در هفته شاید 50 موارد، 50 قضیه تنها پیش من می آید و شکایت هست از دست مردان. بعضیشان می آیند سیاه و کبوت هستن دست پایشان، شوهر ما را لطکوب کرده به این سرحد. بعدش تماس می گیره، جناب مولانا شوهر من در پیش تو به نماز می آید، روز جمعه اونجا می آید، حتی گریه‌اش تا آخر روز دوام می کند، اما تعاملش با من مثل تعامل یک انسان در برابر یک حیوان است. ما فقط چیزی که مزه داره از اسلام برداشت، چیزی که شیرین از اسلام برداشتیم. امروز مرد میگه من 2 زن میگیرم، 3 زن میگیرم، 4 زن میگیرم. خب بگیر عزیز من، چه اشکال داره؟ الله گفته اما این را هم بخوان و این خفتم الا تعدلوا فواحده، این را هم بخوان، این آخر آیه هست. ولا تقربوا الصلاة را ما خواندیم که الله میگه در نماز به نماز نزدیک نشوید، به نماز نزدیک نشوید و انتم سکارایش مانده است، یعنی به نماز نزدیک نشوید وقتی که شما نشبودید، ایش مانده. ما همه شیرینی ها و زیبایی های اسلام را میخوانیم، قرائت میکنیم، ولی از حق و حقوق هیچ چیز حالی ما نمیشود. امروز پدر و مادر در غم خود ماندند، فرزندان را ترک کردند. فرزند هم حیران مانده که خانهشان میدان جنگ است. یعنی هر خانواده و هر خانه‌ای که در این کشور میبینین 80%ش میدان جنگ شده. فرزندان تمام روز غیر از تماشای جنگ پدر و مادر چیز دیگر تماشا نمی کنند. از دهن پدر چی می براید، از دهن مادر چی می براید، چی فحش نیست که پدر و مادر به یکی دیگر نمی دهند. دشنام های ناموسی در بینشان، گپ به طلاق کشیده می شود، گپ به فرار کشیده شده، به ارتباط های نامشروع کشیده شده. پس این قضیه مرا وادار کرد که من یک موضوع صحبت کنم، حق زن بالای مرد چی هست.